چند تا جادو بهتون یاد میدم که همشون بر اساس علمه. گوش کنید. دستتون رو به سیر بمالید تا بتونید به راحتی زرده تخم مرغ رو بردارید. بهش میگیم پیوند دیسولفید. با سیر روی مایتابه یه دایره بکشید تا نتیجه رو ببینید. یکم نمک رو روی سطح بریزید تا تخم مرغ رو به صورت ایستاده نگه داره. 5 خلال دندون رو وسط تا کنید و روی هم قرار بدید. چند قطره آب بینشون بریزید و میبینید که به شکل یک ستاره میشن. بهش میگن کشش سطحی آب. شما نمیتونید یه سیب زمینی رو با نی سوراخ کنید. نوک نی رو با انگشتتون ببندید و مجددا بکوبید. سیب زمینی سوراخ میشه. این قدرت هوای فشرده است. مقداری ماسه رو توی مایتابه بریزید و خوب تکونش بدید. یه توپ مغناطیسی هم روش بذارید تا شروع به حرکت و نقاشی روی ماسه کنه. یک سر کبریت رو پوت کنید و توی قفلی بریزید که باز نمیشه. یه سر کبریت هم درش قرار بدید و روشنش کنید و صبر کنید تا به آخرش برسه. قفل باز میشه. 3 درب بطری رو روی آهنربای دایره‌ای بذارید. یه تیکه شیشه هم روش قرار بدید و ژیروسکوپ رو بچرخونید. بعد شیشه رو بردارید. یه ژیروسکوپ معلق دارید. کدومشون رو تست کردید؟